بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس های گذشته در این ویدیو به سلسله معرفی درختان سوسنی برگ میپردازیم به اولین درخت که درخت سدر است که کلا جایی که درخت های یا محلی که یا اکوسیستمی که درختان سدر در اونجا باشه به نام سدرستان یاد میکنن. این جامعه منظور از همین جامعه سدرستان مساحات زیادی را در بین ارتفاعات 2100 و 2500 متر در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر و در بین ارتفاعات 2300 و 2800 متر در ولایت پکتیا اشغال میکنند. اوسط بارندگی سالانه در این ناحیه شرق در حدود 700 تا 600 یعنی 60 نیه 600 است، یک صفر کم داره میلیمتر و در ولایت پکتیا در حدود 780 تا 960 میلیمتر می باشد. و شما در درس‌های گذشته به ارتباط مقدار بارانی گفته بودیم که افغانستان در مجموعاً دارای اقلیم خشک و نیمه خشک. خشک خوب طبیعتاً این اوضاع ما و شما است و نیمه خشک که نسبتاً مقدار بارانی زیاد است، اما ولایت سمت شرق افغانستان است که در این سلاید یادآوری شد. جامعه سدر در نواحی می روید که از بارانهای اشتباهی تایپی بارانهای موسمی یعنی به نام برسات این مستفید می شود. ولایت شرق افغانستان که پکتیا و کنر و نورستان یا اینا در بعضی از سالها سلسله بارانهای موسمی که به نام مونسون هم یاد میکنن یا برسات وارد افغانستان میشه. درخت مهم این جامعه سدرستان عبارت از سدر همالیایی است که به نام سدرس دیودار هم یاد میکنن. سدرس دیودار است یک نام لاتین است یا نام علمی است، جینس اسپیشیز که به زبان اردو آن را دیودار و به زبان پشتو آن را لمنز میگن. همین درخت سدر به پشتو به نام لمنز یاد میکنن. خب البته درخت لمنز انواع متفاوت داره، در حدود 4 نوع داره: سدرس دیودارا، سدرس لیبانی، سدرس اتلانتیکا، سدرس بریویفولیا. در مجموع 4 نوع درخت سدر در افغانستان شناسایی شده یا معرفی شده. خب جامعه بعدی جامعه صبرستان و صنوبرستان. این جامعه کمربند باریکی دارای عرض کم، طول زیاد و عرض کم. این جامعه کمربند باریکی را در بین ارتفاعات 2500 متر و 3300 متر در ناحیه شرق یعنی نورستان و در بین ارتفاعات 2700 متر تا 3000 متر در ولایت پکتیا تشکیل میدهد. این همین درخت‌های صبر و صنوبر در دو منطقه، در دو جامعه، در ارتفاعات متفاوت در بین 2500 متر تا 3100 متر، بیشتر در قسمت‌های بلند کوه‌ها در ارتفاعات بلند یا انتشار دارند. اوسط مقدار بارندگی سالانه در این ولایات در ننگرهار و کنر از 860 تا 1100 میلیمتر و در ولایت پکتیا از 960 تا 1100 میلیمتر می باشد. خب مقدار بارندگی جزء فاکتورهای یا پارامترهای آب و هوایی است یا اقلیمی میتونیم بگیم. این متغیر است، ثابت نیست. در بعضی سالها بیشتر، بعضی سالها کمتر است. جامعه بعدی یا اکوسیستم بعدی به نام سروستان. این جامعه را به نام جامعه اوبخت که نام عملیه و اوژه نیز موسوم است. در دو حوزه، یعنی در دو حوزه مشخص جغرافیایی دیده می شود. الف در ناحیه شرقی سروستان جونیپر است که خود جینس به نام جونیپر است یاد میشه
اسپیشیز باز بعدا در درخت‌های دیگه ذکر شده. مثلا جونیپر سمیکولوبوسا یک نوع درخت سرو کوهیه. خب این درخت سرو یا همین درختان سرو در ارتفاعات 1000 متر الا 3500 متر از نورستان تا بدخشان انتشار داره. شایل کمربندی از نورستان شروع میشه و بدخشان ختم میشه. ناحیه ب یا ناحیه شمالی ارچه که ما قبلا در سلاید قبلی گفتیم سدرس دیودارا یا سرو کوهی در بین ارتفاع 1100 متر الا 3500 متر از مرزهای نورستان مخلوط، یعنی مخلوط است با درخت‌ها با سایر سوزنی برگاه. پس از عبور از بدخشان تا سلسله جبال هندوکوش هم ادامه داره. حیوانات عمده که در این جامعه پیدا میشن، حیوانات عمده که در این جامعه که ذکر کردیم در جامعه درخت ارچه، کپرا فالکو نیری کشمیریان که به نام آهوی مارخور هم یاد میکنن، یعنی کپرا فالکو نیری کشمیریان. دیگه خرس سیاه به نام لاتین ازی است سلینرکتوس تیبیتانوس این نام خرس سیاه هست. آهوی رنگ بازم جنس کپرا ایبکس سیبریکو آهوی رنگ به نام کپرا ایبکس سیبریکو. و پرندگان مختلف هم وجود داره که ذکر نشده: شغال، روبا، سگیابی، دلخفک، کفتار، سنجاب، تبرغان، خارپوش و غیره. این از لحاظ موجودات حیوانات مختلف که در اینجا ذکر شد. یعنی ارسس تیبیتانوس ارسوس یا ارسوس تیبیتانوس خرس سیاه. خب تندرای الپی اسم تندرای الپی یا الپاین تندرا از سلسله جبال یا سلسله کوههای آلپ اروپایی مشتق شده و به جوامع یا جامعه‌های نباتی که در ارتفاعات بلند و قلل کوهها در مناطق کوهستانی موقعیت دارند اطلاق می‌گردد. در نقاط مرتفع بلند مثل کوه پامیر، کوه هندوکوش، کوه بابا، نقاط مرتفع. در افغانستان انتشار تندرای آلپی در ارتفاعات بالاتر از 3000 متر. در افغانستان انتشار کوه‌ها جایی که کوه موقعیت داره، این کوه دارای ارتفاع 3000 متر یا بیشتر از 3000 متر و یک جامعه خاصی را با چمنزارهای آلپی سلسله جبال هل آلپ تفاوت دارد می‌سازد. خب در افغانستان هم انتشار تندرای آلپی در ارتفاعات بلند هست، اما یک جامعه خاصی، یک جامعه نباتی که با چمنزار متا از نوع سلسله جبال آلپ به اونجا وجود داره و انتشار داره. خب ببینید که در حیوان در هر اکوسیستم حیوانات خاص خود داره. مثلا این در آلپاین الیپو بترفلای، یعنی شاپرک الیپو که در کوه آلپ پیدا میشه، از adopted to alpine condition که این پرنده یا این بترفلای با شرایط آلپاین توافق داره یا سازگاری داره، چون برای همینجا پیدا شده و در همینجا هم زندگی میکنه. خب جامعه بالشی، منظور از بالش نباتاتی است بسیار پخش، اما سایه ممکنه اگه به حساب متر مربع بگیم 1 متر مربع یا کمتر از 1 متر مربع سایه ارتفاع میکنه. شکل بالشت یا بالش که میگن. این جامعه در بین ارتفاعات 2800 متر تا 4000 متر موقعیت داره. نبات عمده این جامعه، همین جامعه بالشی که عنوان از اینه،
عبارتند از خارآهو کوزینیا اسپیشیز از او ذکر نشده. کوزینیا خارآهو بالش های انبوهی را در سالنگ شمالی هم میسازد. یعنی در سالنگ شمالی بعضی بوتهایی هم هست که در اینجا وجود داره، از این نوع کوزینیا. خارآهو از نگاه علوفه یعنی تغذیه برای مواشی و چی از نگاه ایزوم دارای ارزش فوق‌العاده اقتصادی است. یعنی هم ایزوم خوبی داره و هم غذای خوبی هست برای مواشی. ای این استراگالس است. این تقریبا شکل بالش داره، سایه زیاد ارتفاع کرده. این یک نباتیه به نام کوزینیا. استراگالس. خب ایمی استراگالس یا خارآهو که شما قبلا دیدین تا حال میگه 460 نوع کتیرا در افغانستان تشخیص شده است که چی از نگاه علوفه برای اونات و چی از نگاه طبابت دارای ارزش هستی. یعنی میتونیم هم گیاه طبی کتیرا و هم یک نبات علوفه‌ای برای مواشی که از او استفاده میکنن. خزبه یا غزبه یعنی پخش کوتاه. اکونتو لیمون و خارموش اکونتو فیلم. خب این دو نوع نبات که به نام اکونتو لیمون که به نام خزبه یاد میشه یا غزبه و خارموش به نام اکونتو فیلم که به قسم مشترک لحاف نباتی را در اکثر مناطق تندرای الپی تشکیل میده. همین دو نوع نبات یا حتی سه نوع نبات در قسمت‌های مرتفع کوه هندوکش یا کوه پامیر بخصوص در کوه هندوکش به شکل یک لحاف هم منطقه را پوشانده. این اکانتو لیمون، این اکانتو دو نوع نمونه از اکانتو لیمون این در بین سنگا میرو که ریشه‌ای به مناطق و قسمت‌های پایین هم به خاک میرسه. اکانتو لیمون. یعنی کوزینیا خارآهو. کوزینیا یعنی خارآهو. یعنی میگه the large general یک جنرال بسیار بزرگ این ده استراسیا از فامیل استراسیه with approximately که تقریبا 600 تا 700 species distributed in the central and western Asia. میگه در حدود تقریبا 600 تا 700 نوع در عظمی که این انتشار داره در بین در مرکز و غرب آسیا. که وقتی میگم در مرکز یعنی افغانستان هم شامل بشه. در غرب و مرکز آسیا از این خارآهو یا کوزینیا هم در افغانستان شما داریم. خب چمنزارهای آلپی الپاین میدوز که در بین ارتفاعات 4000 الا 5000 متر موقعیت دارد. معمولا در جاهای مرطوب در جوار یخچال‌ها و برف‌کوی‌ها می‌رویند. در بین ارتفاع بسیار بلند در جایی که مرطوب باشد در جوار یخچال‌ها در جایی که برف‌کوچ است و برف‌کوچ وجود داره برف جمع میشه همین جمع این رشد نمو داره. نباتات عمده این جامعه عبارتند از پریمولا و کارکس. الپاین میدوز یام کارکس بازم به عنوان یک نبات بسیار خوب پوششی هم برای علوفه و هم برای زیبایی و هم برای جلوگیری از تخریب خاک مورد استفاده فراوان داره. خب استیپ آلپی الپاین استیپ آلپی معمولا در وادی های مرطوب میروید. یعنی این نبات استیپی علفای مخصوص در نقاط مرطوب میروید. گوسفند مارکوپولو که به نام اویس امونپولی یکی از جالبترین و تماشایی ترین گوسفندان وحشی در جهان می باشد. وزن قوچ گوسفند مارکوپولو در حدود 200 کیلوگرم و طول شاخه‌های آن به 124 تا 170 سانتی متر میرسد. یک از مشخصات ظاهری از او یک مسئله وزن از اونه، مسئله طول شاخه‌ها
رمه‌های گوسفند مارکوپولو در ارتفاعات بین 4000 الی 2500 متر راپور داده شده است. یعنی رمه‌های قبلا شاید 2 دقیقه قبل 3 دقیقه قبل زیاد بوده و بعد از این 2 یا 3 دقیقه اخیر ممکنه به علت شکارها یا به علت که بعضی از کشورهای همسایه اینجا آمدن و شکار مخفی انجام میدن، شکار غیر قانونی انجام میدن، شاید نسلی در حال انقراض باشه. اما نظام به تعداد قابل ملاحظه‌ای در افغانستان وجود داره. Alpine steppes are unique ecosystem. میگه آلپاین، مناطق آلپاین یا استپ‌های آلپاین یک اکوسیستم های یونیک یا همرنگ ساخته found throughout که در تمام جهان بخصوص در آسیا where they make up 38.9% of the total Tibet Plateau grassland area. و میگه در جهان بخصوص در آسیا پیدا میشه این منطقه وجود داره، میگه جایی که بیشتر از 38.9% تمام همون گراسلند یا جایی که علفزارهای تبت است را تشکیل میده، یعنی سایه بسیار وسیعه. خب این ایوان هم بازم اوبیس به نام اورینتالیس ویجنی در نقاط مرتفع در کوها این ایوان زندگی میکنه و جزء حیات وحش هم هست و ورزش اقتصادی، معنوی، تجارتی هم داره که نباید ایوانات افغانستان در افغانستان ایوانات بدون مجوز مورد شکار قرار بگیرند. کپرا ای گاگروس یه مازم یک نوع بز است که در نقاط مختلف در ارتفاعات بلند این ایوان انتشار داره و اینجا زندگی میکنه، اما در تحت تهدیدات شکار هم قرار دارند. دیگه ایوانی که هست به نام آلپاین ایبکس میل، یعنی مذکر از اینه. یه هم یک بز کوهی است که جزء منابع طبیعی کشور ما به حساب میره و در حفاظت از اینا باید اداره محلی یا دولت محلی بی نهایت کوشش کنن و از شکار از اینا، از قاچاق از اینا باید جدا جلوگیری باشه. زمانی که ایوانات زیاد میشه باز میشه در افغانستان در ولایات مختلف یا از هر کدام از یک جوره به عنوان نمونه در باغ‌های وحش جابجا باشه تا که مردم یا نسل جوان کودکستان‌ها برای دیدن از اون میرن و با این ایوانات آشنایی پیدا میکنن و مسئولین باغ وحش در هر قسمت برای مردم توضیحات میدن و این ایوانات بسیار بزرگه و ببینید که شاخ از این چقدر طول داره، وزن از اینا بالای 150 تا 160 کیلوگرم است. یا خب دیگه ایوانی هست به نام ایبکس. این هم ایبکس بود، این هم خب این آلپاین ایبکس است. این ایبکس یک ایوان دیگه است که در قسمت های کوههای بلند در هوای سرد در برفی هم اونجا استاده و پایین تماشا میکنه و به نام ایبکس. خب ایبکس standing on the cliff in winter در قسمت از کوهها استاد شده در فصل زمستان و پایین میبینه و بسیار یک زیبایی خاص داره به این منطقه که این گوسفند یه ایوان استاد شده. خب این هم کارهای عملی بوده که در سالهای 1390 یا 91 همراه مسئولین در قسمت ایجاد قوریه پلاستیک ها را پر میکنه، در حال پر کردن پلاستیک هستند و بعدا داخل گلخانه جابجا میشه و بذرها به داخل اون مستقیم کشت میشه. در اون وقت هم همین کارهای ما در قسمت فارم داخل فاکولته زراعت جریان داشت و از این 4 نفر یک نفر همی تا 1 سال پیش به شارولی وظیفه داشت و این هم بعد از ختم فاکولته بعد از بودن 1 سال رفت به امریکا برای تحصیل ماستری خود در بخش MBA تمام کرده و فعلا
به کانادا مهاجر شده. خب گپایی که لازم بود در این ویدیو به شما گفته شد. خدا کنه که حد اکثر استفاده برده باشین. تشکر از توجهشون.